آمیلیا، فوریه 2020. شوهرم صورتم را تشخیص نمی دهد. موقع رانندگیم حس می کنم به من زل زده است و نمیدانم چه می بیند. قیافه بقیه هم برایش ناآشنا است. اما هنوز هم عجیب است مردی که با او ازدواج کردم قادر نباشد مرا در صف تشخیص چهره در اداره پلیس به جا بیاورد. بی آنکه نگاه کنم میدانم صورتش چه حالتی گرفته. همان قیافه عبوس بهانه‌گیره بهت که گفته بودم. برای همین 6 دانگ حواسم را میدهم به جاده. باید هم حواسم باشد. حالا برف تندتر میبارد. مثل رانندگی روی لاک غلطگیر است و برف پاک‌کن‌های موریس ماینر تراولم تقلا می‌کنند برف را کنار بزنند. اتومبیلم مثل خودم در 1978 پا به جهان گذاشته. اگر از وسایلتان خوب مراقبت کنید 1 عمر دوام می‌آورند. اما به نظرم شوهرم دوست دارد هر دوی ما را با مدل جوانتری تاخت بزند. از وقتی خانه را ترک کردیم آدام 100 بار کمربند ایمنیش را بررسی و دستهایش را مثل 2 توپ روی پاهایش مشت کرده است. سفر از لندن تا اسکاتلند نباید بیشتر از 8 ساعت طول می کشید. اما جرأت نمی کنم در این طوفان تندتر برانم. هوا دارد تاریک می شود و شاید به هر دلیلی گم و گور شویم. آیا سپری کردن آخر هفته‌ای در سفر می تواند راه نجات ازدواجی باشد؟ لااقل فکر می کنم شاید این بهترین کار برای هر دو نفرمان باشد. زمان می تواند روابط را تغییر دهد. درست همانطور که دریا می تواند شکل ماسه ها را عوض کند. آدام یک مشکل عصبی به نام ناتوانی در تشخیص قیافه دارد. یعنی اجزای متفاوت چهره ها از جمله چهره خودش را نمیتواند ببیند. بارها در خیابان از کنارم گذشته و طوری رفتار کرده که انگار غریبه ام. اضطراب اجتماعی. این مشکل بر هر دوی ما تأثیر دارد. ممکن است در یک مهمانی دوستان زیادی در اطرافش باشند و باز حس کند حتی 1 نفر را هم در آنجا نمی شناسد. برای همین اوقات زیادی را تنها می گذرانیم. با هم اما جدا. فقط خودمان 2 نفر. ناتوانی در تشخیص قیافه تنها مشکل شوهرم نیست که باعث می شود حس کنم نامرئیم. او بچه نمی خواست. همیشه می گفت نمی تواند فکر نشناختن صورتهایشان را تحمل کند. تمام زندگیش با این مشکل زندگی کرده است و من هم از وقتی با او آشنا شدم درگیر بودم. گاهی اوقات یک مصیبت می تواند موهبت باشد. شاید همسرم صورتم را نشناسد اما به کمک خیلی چیزهای دیگر تشخیصم می دهد. بوی عطرم، صدایم، حس دستم در دستش وقتی هنوز دستم را می گرفت. ازدواجها به بنبست نمی رسند. آدمها به بنبست می رسند. من همان زنی نیستم که سالها پیش عاشقم شد. می تواند بگوید الان چقدر پیر شده ام؟ 40 سالگی می تواند یک 30 سالگی تازه باشد. ما نقاط مشترک زیادی داشتیم. حس می کنم داریم دور خودمون می چرخیم. یک لحظه نمیفهمم منظورش ازدواجمان است یا مهارت جهتیابی من.
این اولین باری است که پس از کیلومترها حرفی به زبان آورده. برف روی جاده روبرو نشسته و سرعت باد هم بیشتر می شود. اما تمام اینها در مقایسه با طوفانی که در اتومبیل شکل می گیرد هیچند. میشه جهت‌هایی رو که پرینت گرفتم پیدا کنی و دوباره برام بخونی؟ میکوشم لحن عصبانیم را پنهان کنم، اما موفق نمیشوم. مطمئنم که نزدیک شدیم. برخلاف من، ظاهر شوهرم گذر عمر را به خوبی پنهان می کند. مدل موی خوب، پوست برنزه و اندامی که با افراط در دوندگی‌های نیمه ماراتون شکل گرفتند، 40 و اندی سال را نشان نمی دهند. همیشه خیلی خوب فرار می کند، مخصوصاً از واقعیت. آدام فیلم نام نویس است. از پایین ترین پله نردبان دشوار هالیوود شروع کرد و تنهایی قادر نبود از آن بالا برود. به مردم میگوید از مدرسه یک راست وارد حرفه سینما شده که دروغی مصلحت آمیز است. 16 ساله که بود در الکتریک سینما در ناتینگ هیل کاری دست و پا کرد. خوراکی و بلیت فیلم میفروخت. 21 ساله که شد حقوق اولین فیلم نامش را فروخت. سنگ کاغذ قیچی. بیشتر از این هم پیشرفت نکرد. اما آدام از این راه کارگزاری پیدا کرد و آن کارگزار برایش کاری جور کرد. نوشتن فیلم نامه‌ای بر اساس یک رمان. با وجود مشکلاتمان به موفقیت‌های او واقعاً افتخار می‌کنم. دلیل شهرت آدام رایت در این حرفه این است که می‌تواند رمان‌های ناشناخته را به فیلم‌های پرفروش تبدیل کند و همیشه هم در کمین کار بعدی است. اعتراف می‌کنم گاهی حسودی می‌کنم، اما به نظرم واکنشم طبیعی است. آن هم با توجه به تعداد شب‌هایی که ترجیح می‌دهد با خودش کتاب به تخت ببرد. منظره مقابل چشماندازی متغیر را در طول سفر پیش رویمان می‌گذارد. درختانی از همه نوع طیف رنگ سبز، دریاچه‌های خیلی بزرگ با سطح درخشان، کوه‌هایی که روی قله‌هایشان برف نشسته و فضای فوق‌العاده وسیع دست نخورده بی‌نقص. عاشق مناطق کوهستانی اسکاتلندم. بعید می‌دانم جایی زیباتر از اینجا روی کره زمین وجود داشته باشد. بیشتر از 1 ساعت است که موجودی ندیده ایم و همین موضوع باعث می شود اینجا بهترین مکان برای اجرای نقشه هم باشد.